بزرگ می نویسد که اگر خواهی که بر دلت جراحت نرسد که هیچ مرهمی نداشته باشد با نادانان مناظره نکن، زیرا بحث با مردم نادان درد را به دل بار می کند. بیننده عزیز سلام، اینک فرصت آن رسیده تا برنامه نوبتی مژده ایجاد را از حیات اهل قلم کشور پیشنهاد شما بکنیم. با ما بمانید. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی عالمان و تحقیقگران مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان دو کتاب تازه را آماده و چاپ نمودند. مکتبی شیرازی سراینده عشقنامه کهن چنین نام دارد کتاب محقق شادروان جورابک نظری. رساله مذکور به حیات و فعالیت شاعر نمایان تاجیک مکتبی شیرازی بخشیده شده است. در کتاب پیرامون حیات و آثار مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او که همپایه داستانهای بزرگ نظمی دیگر دانسته می شود سخن می رود. یک اثر عشقی و ادبی بسیار زیبایی است که در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک بسیار معروف است. در ادامه رساله که تحقیق درباره حیات و روزگار مکتبی شیرازی است، از شاعران بسیار نامآوری که در شیراز کار زندگی کرده است و در ادامه رساله متن کامل داستان لیلی و مجنون نشر شده است. این کتاب هم سال 1984 به طور مختصر چاپ شده است، ولی دیگر نسخه های آن امروز در دست دانشجویان و دانشگاهیان و محققان در دسترس نیست. بنابراین با تلاش دوباره متن کامل رساله مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون نامه او همچون تحقیق در ابتدای کتاب آورده شده، به علاوه رساله متن کامل لیلی و مجنون مکتبی شیرازی بر این رساله ضمیمه شده است که تحفه خوبه برای اهل تحقیق، پژوهش و دانشجویان ما به شمار می رود. محقق جورابک نظری کوشیده است تا این چهره ماندگار ادبیات را بعد گذشت سالها دوباره به یاد دوستداران ادبیات و صنعت آورد. کتاب تازه دیگر که به دست خواننده رسید، تحفة الاحباب فی تذکرة الاصحاب نام داشته، اصلا ایجاد کار رحمت الله واضح است. متصدیان مرکز میراث خطی در تحقیق و بررسی تذکره مذکور سالهای آخر توجه کرده آن را با شکل تازه مرتب گردانیدند. اهمیت دیگر این تذکره این است که ما تذکره در مدت 150 سال انشای تذکره در منطقه ما تقریبا به فراموشی رفته بود و بعد از 150 سال اولین بار قاری رحمت الله واضح همین تذکره را نوشت و برای ما درباره وضع حوزه ادبی بخارا و خوقند معلومات بسیار خوب و صحیح ارائه کرد. میدونید که تذکره یک چیز خوب است که ما از طریق تذکره میتونیم با شاعران گوناگون، با سبک‌های ادبی در اون زمان و با وضع اجتماعی هر دوره آشنا بشیم که شاعران در چی وضع زندگی کردن، چی نوع سیستم در آنجا حکمران بود، وضع اجتماعی مردم و دربار چگونه بود و کیفیت شعر و شاعری و ادبی اون حوزه چگونه است. در تذکره مذکور قاری رحمت الله واضح بابت حیات و آثار 148 نماینده حوزه ادبی بخارا و قوقند نوشته کرده است و تذکره از 26 باب عبارت است. این تذکره سال 1984 با تلاش محقق برجسته شادروان اصغر جانفدا به خط فارسی چاپ شده بود و اینک برای اولین بار
تذکره تحفة الاحباب فی تذکرات الاصحاب به خط سیریلیک و به مناسبت 30 سالگی استقلالیت کشور به طب و پیشکش محققان و دانشجویان و دانشگاهیان کشورمان می شود که فکر میکنم تحفه بسیار خوب و ارزنده خواهد بود. روی چاپ آمدن این دو کتاب علمی همچون بهترین آثار زمان نو به حساب رفته، بهترین هدیه برای دوستداران ادبیات و صنعت می باشند. مسئولین سرردکسای علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک با همکاری دوستان خارجی خویش کتاب محقق و فیلسوف بزرگ ابن خلدون را ترجمه و مرتب گردانیدند. مقدمه قسم اول تاریخنامه بسیار جلدی کتاب العبر ابن خلدون متفکر بزرگ عرب به حساب رفته. آن را محققان تاجیک در شکل 2 جلد آماده نمودند. کتاب خصوصیت دانشناموی داشته، موضوعهای تاریخی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و طبیعت شناسی، طبی، جغرافیا، دینی، تعلیمی و تربیوی، نجومی، شعر و ادب، زبان شناسی، مردم شناسی، هنرهای مردمی و غیره را در بر میگیرد. دانشمندان غرب بالخصوص هامر گامر که با این نام معروف است، یکی از متفکران معروف عالم است که نوشته است که اگر در میان کتب اسلامی به این معنا که در عالم اسلام، در همین میان اگر کتاب را که سزاوار ترجمه و پررگی باشد، این کتاب ابن خلدون است. یعنی انا همین کتاب ابن خلدون میتواند که نه تنها در عالم اسلام بلکه در تمام جهان منفعت داشته باشد. این ابن خلدون متفکر تونسی که گفتن که از عرب‌های یمن است و باز گروهی گفتن که از ایرانی تباران یمنند که اینها کوچ بستن به تونس و در آنجا متولد شده است. خب در تمام دوره تمدنی اسلام که در عصرهای میانه تحقیق کردن، به حد ابن خلدون نفری که علم تاریخ را از نقطه نظری واقعی نویسد در نیافتند. یعنی که او اساسگذار علم جامعه شناسی، یعنی که سوسیولوژی در جهان است و این را اروپاییان در عصر 19 کشف کردند و وقتی کشف کردند و این کتاب بزرگ او، تاریخنامه بزرگی که دارد، جلد اول آن با نام مقدمه معروف است و انا همین مقدمه را تقریبا 6-7 مراتبه در عصر 19 با زبانهای فرانسوی، انگلیسی، لاتینی برگردان کردند و به تمام جامعه اروپا منتشر شد و تمام دانشمندای عالم غرب را در حیرت گذاشت. از کدام جهت در حیرت گذاشت؟ ابن خلدون تمام حیات اجتماعی جامعه را تحلیل کرد. تمام نازکی‌های اقتصادیاتی که در جامعه می‌روند آنها را تحلیل کرد. جامعه شناسی، طرز دولتداری، آن حدیث شناسی، هر چیزی که هر علمی که در عصرهای میانه، این که در عصر 14 زیسته است، 14 و 15 در اول عصر 15 از دنیا گذشته است. یعنی که تمام نازکی‌های عالمی اجتماعی همون دوره عالمی اسلام را تحلیل کرده است و عالم غرب را نیز تحلیل کرده است و مثال آورده است. محققان میگویند که موهمیت کتاب در آن است که در تمام مسائل روز محتوای دقیق فراهم آورده شده است و بیشتر موضوع از نگاه تحقیق و تنقیح صورت گرفته است که این حالت را نه همه دانشنامه ها داده می توانند. تا به امروز کتاب با اکثر زبانهای روی عالم ترجمه و چاپ گردیده است. ابن خلدون وقتی که تاریخ را تحلیل میکند، تحقیق میکند، علم را تحلیل و تحقیق میکند، میگوید که
عالم اسلام وقتی که در عصرهای میانه در اوج علم رفت، تمام دانشمندانی که در عالم اسلام بودند همه ایرانیان بودند، یعنی که همین اولاد تاجیک ها بودند و تمام دانشمندان را مثال میارد که نظیر اینها در عالم نیست. و امروز درباره دانشمندان تاجیک که اروپاییان نوشتند تا به امروز تحقیقات بردن و هر لحظه که ما مثال میاریم از کدام غربی مثال میاریم که درباره شرقیان چنین گفتن، همه ایشان را سرچشمهشان همین ابن خلدون است که تمام علم ها را تحقیق کرده است. علم زبانشناسی، تاریخ، ادبیات، علوم دقیق، هر چیزی که باشد، حدیث شناسی، الهیات شناسی، همه را تحقیق کرده است. طب، جغرافیا علم نیست که از نظر ابن خلدون بیرون نمانده باشد. روی چاپ آمدن مقدمه ابن خلدون از شمار بهترین کار نظررس محققان سردکسه علمی انسیکلوپدیای ملی توجیک به حساب رفته به عالمان و محققان ساحه‌های مختلف جامعه پیشنهاد کرده می شود. در بیت آمده خرد را می ببندد چشم را خواب، گناه را عذر شوید جامه را آب. بزرگترین اندرزهای هستی، بزرگترین پندهای زندگی محض طریق نظم انشا کرده می شوند که از دل به دل راه می گیرند و محض شاعران هستند که نازک بین هستند، درد آشنا هستند، می توانند خردترین جزئیات زندگی را شعر بکنند تا به دل راه بیابد. با این گفته ها پیشنهاد شما میکنیم بخش نوبتی مژده شعر را. برج فانوسی دل دریای ایمان تاجیکستان، مطلع زرینی خورشید خراسان تاجیکستان. از ستاره نیست کم دلهای چرخان در مدارت، محور منظومه کیهان سامان تاجیکستان. چون عقابان ناظری بر پهنه مرز سرزمت، از فراز قله کوه بدخشان تاجیکستان. حکمت سینا و شعر رودکی مشکل نداند، مشکل نبود که پیشت نیست آسان تاجیکستان. وحدت ختلانی و سوغدی و رشتانی ثمر شد، از نمنگان تا سمنگان هم دل و جان تاجیکستان. ای سعودی بی سکوت و بی سقوطی جاودانه، نردبانی آسمانی علم و عرفان تاجیکستان. در تو بودن سهل و آسان، با تو بودن سخت مشکل، بهر تو هر لحظه باید بود انسان تاجیکستان. ای کوه ها، ای کوه ها وقار شما هیچ کم مباد، ای دشت ها بهار شما هیچ کم مباد. ای رودها که موج شما اوج زندگی است، زیبنده افتخار شما هیچ کم مباد. بالنده تر تنین شما و تن بلور، غوغای آبشار شما هیچ کم مباد. رنگ شفق پیام طلوع سعادت است، در چشم انتظار شما هیچ کم مباد. پشت نقاب صورت جان می کشد نگار، ارژنگ جان نگار شما هیچ کم مباد. صدها درود باد شما را درختها، زنهار برگ و بار شما هیچ کم مباد. در مزرع صداقت و همت برادران، رزق آفرین مدار شما هیچ کم مباد. در صد بلا
که تن به حقیری نداده اید، تا حشر اعتبار شما هیچ کم مباد. اصل امید بسته جبر است و اختیار، وقت است اختیار شما هیچ کم مباد. دیدار. دلا هشدار بیمارت نخواهم، رهین ناز بردارت نخواهم. همه عالم به زیر بار درد است، به دوش درد سربارت نخواهم. دوای درد یاران قسمت ماست، دوای درد یاران قسمت ماست. چو درد بر دل یارت نخواهم، به درمان گرفتارت نکردم، به درد هم گرفتارت نخواهم. اگر سری ازل فتوا براری، جز این اصرار اسرارت نخواهم. خدایا مهربانت میشناسم، خدایا مهربانت میشناسم، دیگر سانه به پندارت نخواهم. دیار عطربوی نازنینم، دیار عطربوی نازنینم، نقاب بحر تیمارت نخواهم. تو را دیدار جان افزای گرم است، زی پشت شیشه دیدارت نخواهم. الا ای ملت آزاده من، اسیر رنج و آزارت نخواهم. ثنای بهار. بینم نبود بس که دم دیده افلاک، بیدانه نماند دل پر عاطفه خاک. چون برق دود پنجه زنان ریند وش تاک، بر شاخ چناری که زیبادش نبود باک. ایستاده در باغ به بازوی تهمتن، بگذار به بستر نفتد پیکر دهقان. درد نبرد راه به دور سر دهقان. امروز همه راست شود در بر دهقان، از جان و دل خود شده فرمان بر دهقان. خالی نگذاریم دم جبهه میهن، بگذار که هر سیب بود دور ز آسیب. هر شاخه زردآلو و آلو بغل و جیب، سرشار ز صد نعمت و ناز و فرح و زیب. در باغ دمد باد سمنبوی همه طیب، از دیدن این منظره جانها شده روشن. بگذار که خورشید سر وقت برآید، هر روز به نیرو و به نورش بفزاید. با پنبه شبنم غم و اندوه رباید، از غیب دری صد چمن نو بگشاید. آراسته از نسترن و لاله و سوسن. بگذار که مرغک برود مزرعه گندم، پرورده به سر روزی بی منت مردم. در غنگی گندم بکند قحط رهش گم، مانند گرازان بگریزد به سر و سم. دیگر نکند قصد به این مزرع و مأمن. یا رب ز سر لطف تو این درد دوا کن، چنگال بیتابش گلوی خلق رها کن. بر جمله طبیبان وطن صبر عطا کن، یک معجزه تازه ز نو روی نما کن. تا سر بنهد مسلم و ترسا و برهمن. جوان گفت پیری بر من چه در کار، چو پیر گردم ز من بگریزد آن یار. جوابش داد پیری خوش گفتار، که در پیری تو خود بگریزی از یار. چون یک نوشته زیبا از آن گواهی می دهد که هر یک ما صحیفه های گوناگون زندگی را پس سر می کنیم و در هر مرحله هر گونه زندگی خواهیم کرد. و خوشی پیرمردان آن است که آنها توانسته باشند در زندگی خیش فرزندان خیش را با راه خوب و خوشگفتاری تربیت کرده باشند تا از گفتارشان
آنها در هنگام پیرسالی درد نیابند. بیننده عزیز، با امید زندگی خوب شما، با امید صحتمندی شما، اینجا می رسیم به فرجام برنامه نوبتی مژده ایجاد. تا برنامه دیگر شاد بمانید.